انفجار روز دوشنبه در کابل 2 تن را زخمی کرد. این انفجار که ناشی از یک ماین مغناطیسی بود که صبح امروز در نزدیکی چهارراهی وزارت صحت عامه و در کنار پیژنتون وزارت دفاع رخ داد. این ماین مغناطیسی در واسطه کرولای یک افسر جاسازی شده بود. فریدون عبیدی رئیس مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیتی کابل در محل رویداد به رسانه‌ها چنین گفت: انفجار یک ماین مغناطیسی که در یک موتر واسطه شخصی مربوط به یکی از منصوبین وزارت دفاع واقع شد. 2 نفر در این حادثه زخمی است. وضعیت زخمی ها خوب است، سطحی است الحمدلله. اسلوب جرمی یا ماینگذاری که در این واسطه صورت گرفته نشان میده که در یک محل دیگه صورت گرفته. یعنی ما تحقیقات ما مشترکاً با وزارت دفاع جریان دارد. وزارت داخله افغانستان در یک اعلامیه تعداد مجروحین این رویداد را 3 تن گفته است. شاهدان عینی در محل چشمدیدشان را از این رویداد این گونه بیان کردند: دید خودم یک نفر اردوی ملی بود که لباس اردو در جانش بود که زخمی شده بود، در موتر انداختنش بردنش. دیگه امبولانس پلیس بود کور داخل کشیدن که داخل کشیدن دیگه اوش ندیدیم که چند نفرش بود نبود. یک نفر زخمی شده بود، اردوی ملی بود که در موتر بالاش کردن، 2 نفر غیره بودن موتر دیگه بالاش کردن بردن. بعد دیگه امنیتی آمدن واسه که داخل شدم یک تالی از سرک غیرم خوب صحیح تیر نشده بود که از اون موقع که اون کرونا جگری ایستاد است از اون یک صدا آمد. صدای بسیار ثقیل نبود، منتها صدا شد و ابی پانک از اون پانک که ایستاد است اما ما در پیش ما خورد. خیال ما که کام توته سیاست است. مسئولیت انفجار امروز را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است.